به نام حضرت عشق. کتاب الهام فرشتگان، نویسنده خانم دایانا کوپر. چگونه دنیایتان را با فرشتگان دگرگون کنید؟ پروردگارا، به خاطر وجود فرشتگانی که مجرای افاضه برکات و رحمتهای تو برای ما هستند حمد و سپاست میگوییم. تقدیم با عشق به همه فرشتگان. سخن گفتن با فرشته شخص دیگر، فصل 3. فرشته نگهبان شما طرح کلی الهی زندگیتان را می‌داند. این بدان معناست که او بالاترین توان بالقوه زندگیتان را به همراه دارد. فرشته نگهبان همواره در هر زمان کنار شما حضور دارد و تشعشعاتی به سویتان می‌فرستد تا بتوانید هر کاری را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. او به هزاران روش می‌تواند به شما کمک کند، اما این در صورتی است که شما از او بخواهید. بنابر قانون معنویت، هیچ موجود نوری نمیتواند چیزی را تغییر دهد مگر اینکه شما درخواست کنید. شما باید به آنها گوش بسپارید. عشق و هدایت فرشتگان همیشه در دسترس شماست. فرشته نگهبان شما بدون هیچ گونه قضاوتی در کنارتان حضور دارد و دارد شما را می‌بیند که چگونه تصمیم‌های نادرستی می‌گیرید و با دیگران نزاع می‌کنید و بعضی زوایای زندگیتان را خراب می‌کنید. او می‌تواند هدایت و راهنمایی بهتری در گوشتان زمزمه کند، به شرطی که شما دست از کارتان بکشید و به او گوش بسپارید و طلب هدایت کنید. فرشته نگهبان هر شخص دیگری که با شما ارتباط دارد طرح کلی کمال الهی آنها را هم می‌داند و آن نیز بستگی به خودشان دارد. هنگامی که فرشتگان شما با هم کار می‌کنند، آنچه رخ می‌دهد واقعاً اعجاب انگیز و حیرت آور است. اگر با شخصی مشاجره و درگیری دارید، بهتر است در سکوت بنشینید و از فرشته تان کمک بخواهید. بخواهید که با فرشته آن شخص صحبت کند. مهم نیست که این مشکل کوچک باشد یا بزرگ. به طور فطری و طبیعی هیچ فرشته‌ای با خشم، آسیب رسانی و ترس‌های شما با هیچ گونه انرژی منفیتان ارتباط برقرار نمی‌کند. همچنین اجابت تقاضاهایی که از روی ناکامی و ناامیدی باشند مؤثر واقع نمی‌شود. قبل از تقاضا کردن، آرام در مرکزیت وجودتان باشید. از ته دل و با انگیزه بالا تقاضایتان را بخواهید و مطمئن باشید که تمام فرشتگان دست‌اندرکار و مربوط به این موضوع تمام آنچه را که ممکن هست انجام می‌دهند. آنها نمی‌توانند کسی را مجبور به شنیدن حرف‌های خودشان کنند. ما این تمرین را در یکی از جلسات انجام داده ایم. من از همگی خواستم که چشمهایشان را ببندند و درباره کسی که می‌خواهند روابط بهتری با او داشته باشند فکر کنند. سپس از آنها خواستم به فرشته خودشان بگویند که می‌خواهند این مشکل حل شود و از رابطه هماهنگ با فرد مورد نظر لذت ببرند. قدم بعدی این بود که از فرشته‌شان طلب نمایند که پیام صلح، دوستی، آشتی و عشق به سوی فرشته آن فرد مورد نظر بفرستند و با او ارتباط برقرار کنند. چند روز بعد یکی از آقایانی که در جلسه حضور داشتند به من گفتند که قصد ازدواج با خانومی را داشتند،
اما اون خانم به هیچ وجه توجهی به آقا نمی کرده و همواره با بی‌اعتنایی از کنارش می گذشته. این آقا نیز پس از شرکت در کلاس دست به کار می شود و از فرشته نگهبان خودش می خواهد که با فرشته نگهبان آن خانم صحبت کند و مشکلش را برطرف سازد. پس از چندی در کمال اعجاب می بیند که مورد توجه آن خانم قرار گرفته است. همچنین این مرد تعریف می کند که در محل کارش با یکی از همکارانش نیز مشکل داشته و آن مرد هیچگاه به چشمهای او نگاه نمی کرده و با او صحبت نمی کرده و برخورد بسیار سرد با وی داشته. یک روز در جلسه‌ای که هر دوی آنها حضور داشتند، این مرد از فرشته نگهبانش می خواهد که برای همکارش پیام صلح و دوستی بفرستد. سپس هنگام صرف چای مرد لبخندی به او می زند و پیشنهاد می دهد که چای را با هم بخورند. از فرشته نگهبانتان بخواهید که با فرشته نگهبان دیگران ارتباط برقرار کند تا آسیب‌ها و گزندهایی را که در ارتباطات پیش می آید التیام ببخشد. به دلیل استقبال افراد باز هم در یکی از کارگاه‌ها از فرشتگان نگهبانمان خواستیم که با فرشته افرادی که با آنها مشکل داشتیم و حل آن مشکل برایمان بسیار مهم بوده ارتباط برقرار کنند. چند هفته بعد نامه‌ای از یکی از خانم‌های کارگاه به دستم رسید. او 3 فرزند خوانده از جانب همسرش داشت که آنها نمی‌خواستند به منزل پدرشان بیایند و با زن پدرشان زندگی کنند. هرگاه آنها او را می‌دیدند بسیار گستاخانه با وی برخورد می‌کردند و رفتار توهین‌آمیز داشتند. این مسئله خیلی خانم را رنج می‌داد و او ناامید و اندوهگین بود تا اینکه در کلاس‌های کارگاه حضور پیدا کرد. او به فرشته نگهبانش درباره این مشکل گفته بود و او را فرستاده بود تا با فرشتگان فرزندخوانده‌هایش ارتباط برقرار کند. برایشان پیام پذیرش عاشقانه بفرستد و به آنها بگوید که خانه پدرشان محل امنی است و دشمنی را کنار بگذارند. او نمیخواست جای مادرشان را بگیرد یا به آنها آسیبی برساند، بلکه از آن فرشتگان میخواست که دست دوستی به سویشان دراز کند. برای مدتی هیچ خبری از فرزندخوانده‌هایش نبود، ولی پس از مدتی 2 تا از آنها به او زنگ زدند و خیلی آرامتر و بهتر برخورد کردند. آن زن گفت که با او خیلی صمیمی و با محبت صحبت کردند و پسرخوانده‌اش نیز چند روز بعد ایمیلی برای او فرستاد و در آن درخواست کرده بود که زن پدرشان را ملاقات کنند. او به روش برقراری ارتباط از طریق فرشتگان نگهبان ادامه داده بود و ملاقات آن 2 بسیار عالی و موفقیت آمیز بود. فرشتگان هر دری را که بسته به نظر می رسد می توانند باز کنند. خانم دیگری نیز از این روش ارتباط فرشته با فرشته استفاده کرده و آن هم نتایج شگفت‌انگیزی داشته. 7 سال بود که کار میکرد و حجم کارش بسیار زیاد بود و همواره با رئیسش بر سر این موضوع بحث و مشاجره میکرد، ولی هیچ چیز عوض نمیشد تا اینکه با این کلاس ها آشنا شد و تصمیم گرفت با فرشته‌اش در این باره صحبت کند. به او گفت که پیامی از من به سوی فرشته نگهبان رئیسم برسان و بگو که من واقعا به کمک احتیاج دارم. او یک شنبه این ارتباط را برقرار کرد و روز دوشنبه در اولین ساعات کارش رئیس آمد و گفت برایش یک همکار خواهد آورد و اظهار داشت که این فکر دیروز عصر به سرش افتاده.
طی یک هفته‌ای که او با فرشته‌اش صحبت کرده بود، هم اداره بزرگتری برایش مهیا شد و هم یک همکار. فقط چند لحظه زمان می‌برد که از فرشته‌تان بخواهید با فرشته شخص دیگری ارتباط برقرار کند. نتایج کار باور نکردنی است. حتما نباید کسی باشد که شما میشناسید. می توانید به فرشته‌تان بگویید با فرشته رئیس جمهور، نخست وزیر یا فرشته نگهبان یک فرمانروای مستبد یا رئیس یک شرکت بزرگ ارتباط برقرار کند و از فرشته آن بخواهد به آن افراد کمک کند تا بتوانند بهترین تصمیمی که به نفع انسان‌ها هست بگیرند و اعمال انسان دوستانه انجام دهند. زمانی که شما از طریق نیروی الهی و مقدس ارتباط برقرار می‌کنید، خودتان تبدیل به یک نور قوی می‌شوید. کارما یوگا. آرام بنشینید و فرشته‌تان را به سوی فرشته کسی بفرستید که در جهان دارای قدرت و نفوذ است و قادر است برای بشریت تصمیم گیری‌های بزرگ کند. سپس از فرشته‌تان بخواهید تا با فرشته آن فرد یا افراد ارتباط برقرار کند و از او بخواهد که این افراد بهترین تصمیمی که به نفع و خیر و صلاح همگان هست بگیرد. می توانید به فرشته‌تان بگویید که به افراد مسئول با نفوذ و اثربخش درباره مسائل محیط زیست، سلامتی، قدرت بخشی به دیگران و یکپارچگی یا هر گونه روش بهتری از زندگی یادآوری کنند. پایان فصل 3 کتاب الهام فرشتگان، نویسنده خانم دایانا کوپر.